السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این سوره فیل هست. سوره فیل دارای 5 آیت هست. این در موضوع اون نفرهای گپ میزند که یکی از لشکرها از طرف حبشه اومدن به سرداری ابرهه برای خراب ساختن چپه کردن مکه مکرمه قصد داشتند. همین حادثه بسیار بگم طولانی هست، اما کمی از آنها را صحبت میکنیم. ترجمه تحت لفظی میشود که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در همون سال فیل تولد شدگی است که همون سال میخواستن کعبه را چپه کنن. وقتی که همون لشکر یک فیلهای کلانی که آوردن برای چپه کردنی همین خانه کعبه چخیل لیست چما، همون حالت ده الله پاک پرنده های را بر آنها فرستاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سوره فیل تحت لفظی ترجمهش همین میشه که علم ترا به معنای که آیا ندیدی، به این معنا میشود این حادثه رو آیا تو ندیدی. اما پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خودی آنها در سال فیل تولد شدند. آنها چقدر میبینن؟ اینجا مرادش این است که آیا ندیدی، یعنی که آیا تو ندانستی، آیا خبری همون نداری. کیف فعل، کیف گفته چی خیل، خب ما گذاشتیم لغت عربی کیف حالک، یعنی که چی خیل. فعل ربک، کرد پروردگاری تو، بی اصحاب فیل، به اصحاب فیل گفته به فیلدارها، همون صاحب های فیل و همون آدمی که فیل قطعی آمده بودن میخواستن خانه کعبه را چپه کنن. آیا همین خبری تو به تو رسیده است؟ آیا از این بگه معلومات داری؟ آیا نمیدونی؟ یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم اكو خبر میکند الله پاک پیش که آگاه کردید اكو خبر میکند که پروردگار چه خیلی کرده است. الم یجعل کیدهم فی تضلیل، آیا نگردان، کید گفته حیله و نیرنگ همونها میشود، کید به معنی حیله میشود. آیا نگردان، الم یجعل، آیا نگردان کیدهم، حیله و نیرنگ همونها را، فی تضلیل. تضلیل گفته اصلا به معنی گمراه کردن، یعنی کج رفتن، به مراد اینکه کید آنها را نابود ساخت، سرنگون ساخت. خواستن که کعبه را چپه کنن، الله پاک نگذاشت آنها را. هر آینه که اونها بگیم فیل به طرف کعبه میگردوندن، الله پاک دیگر طرفش میکرد. یعنی که حیله و نیرنگ آنها که میخواستن چیز سرنگون شده، اون کارش نکردن نتونستن. و ارسل علیهم طیرا ابابیل، و ارسل گفته و فرستان علیهم بر بالای آنها طیر پرنده های ابابیل. ابابیل در کلمه ابابیل بعضی مثلا که علما گفتند که به معنای ابابیل گروه می شود، فرستاندند الله پاک پرنده ها رو گروه. بعضی گفتن یک نوعی پرنده هست، یعنی که یک نمودی پرنده است که طیران ابابیل نام دارد. گفتن که ابابیل جماعت همون چیز، یک گروه همون پرنده هایی که یک تاش اگر نام بگیری ایبولا گفتن شه. بعضی گفتن که همون ایبولا یا که مثلا که ابابیله، ایبولا که ابابیلا یک تا از همون ابابیل میشته است. اما ابابیل گروهی از آن پرنده هایی بود است که یک نوع پرنده از قرداستک به کمی کلانتر است. یعنی که بعضی چی از آن قرداستک کلانتر است چخیلی که دیده استید الان شما. خلاصه گپ که فرستان الله پاک پرنده ها را گروه یا که هم نمودی پرنده ای که مثلا که کلانتر مانند کبوتر روی هست، همونها را فرستاند. آنها چی میکردن؟ ترمیهم، میزدن آنها را، کافرها را از بالا، به حجاره، به چی؟ به سنگ ها، به حجاره من سجیل گفته لایه هست که اون خشک شده و جوش شدگی هست. همین الله پاک فرستاند با پرنده هایی که آمدن آنها را میزدن، ترمیه میزدن آنها را به حجاره، به سنگ های من سجیل، از همون لایه هایی که گله هایی که قاق شده خشک شده است، سنگ ورشتگی است و اون بسیار گرم بود. وقتی که میگه که در تفسیر این که وقتی از بالای سرشون که میزد از تای پوششون میبرمد میرفتن میخیل جوش بود،
بعضی میگن که از دوزخ آورده بودن اون چیزها را، سنگ‌های بسیار جوش، لشکر الهی بود بین. فجعلهم، پس گردون همون گروهی که میخواستن کعبه را چپه کنند به سردار ابرهه، همون کافرهایی که اومدن خانه الله میخواستن چپه کنند، فجعلهم، پس گردون همونها را که عصفیم گردون. که عصفیم معکول گفته مانندی برگهای خایده شده، یا اینکه که عصفیم معکول مانند علف هایی که میخوید گاو، وقتی که همین گاو میخوید بعد همون علف ریزه ریزه میشود از لبای دهان اون غلطیده در زمین میافتد، مثلا که وقتی که میخوید اون تیکه تیکه میشود، همین خیل. یا اینکه برگ هایی که اونها را کیر میزند که بگیم تیکه تیکه میشوند، همین خیل الله گردن اونها را مانندی همون برگ های یا اینکه علف های معکول خایده شده. وقتی که الله پاک همون پرنده ها را فرستان، اون پرنده ها با همون سنگ هایی که از دوزخ آمده بودن، همون بگیم که سنگ هایی که از بگیم مانند گیلی خشک شدگی وری همین خیل میزدن، از سر آنها میزد، از پاچه هاشون برآمده میرفت، همون چونین همشون تیکه پاره شدن. اما ابرهه از این عذاب بعضی میگد که گریخت، خواستی بگریزد، اما در راه یک کسل او را فرا گرفت که اون گوشت های بدنش پاره پاره شده میغلطید، میگه خود به خود میافتید، همین خیل هلاک بگیم که به عذاب الهی هلاک شده رفت. این ترجمه سوره فیل بود، اما تفسیر این زیاد هست، اینجا تنها ترجمه می شود. هر جایی که هر کلمه‌ای که نفهمه یا که یکم خطاگی رخ داده باشه شما میتونید خبر کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.